این آقای مبل دست دوم میخره ولی میبینه که اصلا راحت نیست و خیلی اذیتش میکنه. اول فکر میکنه مشکل از طراحیشه ولی هیچ خبر نداشت که چه چیزی در انتظارشه. بعد از 3 هفته از خرید مبل دید خیلی اذیت میشه. دخترش تصمیم میگیره ببینه قضیه چیه. اون کوسنهای مبل رو باز میکنه و در کمال تعجب میبینه پر از اسکناس‌های تا نخورده $100. وقتی تمام مبل رو باز میکنن میبینن $43000 پول نقد جاساز شده و به خاطر همین مبل اصلا راحت نبوده. هاروارد اولش خیلی خوشحال بود و میگفت میتونم با این پول قسط وام خونه رو بدم، اما خیلی زود پشیمون شد و با وجود اینکه به این پول نیاز داشت به این فکر کرد که یکی داره دنبال این پول میگرده و تصمیم گرفت به سمساری که مبل رو ازش خریده بود زنگ بزنه. اون متوجه شد که مالک مبل فوت شده و تصمیم گرفت به نوه‌هاش زنگ بزنه تا این پول رو به اونا برگردونه. نوه‌ها اصلا خبر نداشتن $43000 پول پدر بزرگشون جاساز کرده. جالب اینجاست که وکیل هاروارد گفته بود که از نظر قانونی میتونه این پول رو پیش خودش نگه داره، ولی هاروارد که مسیحی معتقد بود حس می‌کرد که این کار درست نیست. حالا شما صادقانه بگید حاضر بودید پول رو برگردونید یا نه؟